سلام علیکم بارداری عزیز، امیدوارم که مکسا نغزین خدا نگهبان تو موشه. من یک جمعه شکرم بخشش که دوری ماشین دایم نمیخواستم که در دوری ماشین کنم به خاطر چی رنگی که رنگ یک سراسیمه کو یک آدمی که سراسیمه میکنه کو همین ویدیو همه خیلی میشه. خواستم که درباره همین یک موضوعی که گپ زنم که امروز نمیدونم تلویزیون تاجیکستان با چی خاطر برآمده مقصد برای بلوگرها دست داده است. یک طرف خوبه، یک طرف بسیار کاری نقص کرده است که بسیار نمین صاف نمی سگلکایی که هسته صاف خر خوتیک میبرند چیزی بفراشون فکر نمیکنن که ضرر به این مردم، ضرر به این جامعه یا نمیدونن ضرر به این حکومت دولت های نه مثلا این چیزا را فکر نمیکنن. چی خیلی معقولشونه ویدیو کرده ایستن پرتوفته ایستن. یک طرف من طرفدارم، یک طرف طرفدارم که خوب، لیکن ای همین جهتی که رئیس تلویزیون این مینه بته داخل داره، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو این مینه بته داخل داره که وقتی که اگر که خودت مثل یک جوان مرد، مثل یک وطن دوست، اگر که میخوایی که تازه کنی، یعنی که شبکه‌های اجتماعی را تازه کنی، اگر که بخوایی با چشمت همه را یخیل نگاه کن. برای چی ها تقدارا و یزندارا را نشان نمیتین؟ یکم من ویدیوی اولتون در نظر دارم. من هرچند کوشش کردم میخواستم که درباره همو کم ویدیو را کردم تیار کردم، برادرایی که در برامدن یا رفیقایی که بودن اجازه ندادن. گفتن ای بچه‌ها همینجا نامی تو نیست، گپی تو نیست، ویدیوی تو نیست، صورتی تو نیست، تو چیکار داری؟ گفتم خرشو اگر که این خیل باشه همین خانه من تینجای من یگون کمری ندارم، من یگون مشکلی ندارم، لیکن من برآمدم ای پشتی مقصد بعضا شهروندو گپ زدم خمتای پرابلم موندم کو این چیزو را فکر کردم. خب ای همه چیزی اساسی دیون ویدیو با سر شده، یعنی که با دیون ویدیو را تلویزیون تاجیکستان نمیدونم چی بگم که چی گپی، من گپی خوب گپ زدن نمیتونم، هیچ وقت من گپی خوبم گپ نمیزنم. بچی خاطر به خاطره که ببین که وقتی که حقیقت میخواین، وقتی حقگویی میخواین، کمیته تلویزیون و رادیو این چیز در شما داخل داره. ای ژورنالیستای بیا نگو، من حالی من ویدیو دیگه من ببینم با من میدونم چه خیلی ویدیو کنم. خدا نکنه که در اونجا صورتی من ویدیوی من و آوازی من نباشه، خدا نکنه. بعد شاید که بعد همون فکرایی که امروز دارین بسیار میخواین بشکنین ما، بعد بشکنین ما، شاید که بشکنین ما اگر که قوا و توانایی با همون ما مایلش. رئیس کمیته تلویزیون و رادیو برای چی قدر قنچخایی که میبرن کون میجنبونن؟ برای چی نمیبرین سری راه ویا نمیگیرین؟ برای چی ویا را نبرمادین ویدیو نکردین؟ برای چی؟ این سوال به شما نمیتونین جواب داده. این شما ایرا سوال جواب دادن نمیتونین. میدونین برای چی؟ برای من سوال شما این سوال من جواب میتونم برای خاطری که من میدونم که ایرا جواب دادن نمیتونین و جوابم نمیتین. خب برای که او یزنهای دارن و یابرای دارن و آدمایی که دارن در برشان که او را خوب و خوش رو نگاه میکنن، هیچ وقت زوری تو نمیرسه که برای ویا بگردی بگی که تی کورانک خواهر، تی کورانک برادر. فهمیدین؟ و انمو بلوگرایی که بعضی هاشون میبروین تمامی پس نوارای پس برای نسبت این ملت این دولت میکنن، نسبت این حکومت میکنن، یعنی که ضرر به این ملت میرسونن، ضرر به این تاریخمون میرسونن. شما او بچه ها هم گپ زدن نمیتونین برای که اپای او یگان آدمی با نرمال نیقتی سیویاز داره، اگر که فیراج کنی حتما او زنگت میزنه میگه که کون تابجه قبشت کارو چا ریالی چیز های بگذار حقیقت امروز ما گپ زنم که شما در سخت برسه و بعد 5 سال 10 سال بعد که ای وظیفه رفتنت تو درک کنی که این گپای ما حقیقت داره. و گپایی که من یک وقتا میگفتم 2 سال پیش، 1 سال 2 سال پیش گپ میزدم، 2 سال پیش همین 1 سال پیش هم گپ گفته بودم و 2 سال پیش هم گفته بودم که همین رادیو آزادی من بسیار برای رادیو آزادی برای چی بدبینیشون میکنم که برای که این پدرسگا، این بیناموسا، این خدازدا، این الله لعنت کرده های رادیو آزادی تمام همش در نظر دارم که یا زر خریدن. من نمیدونم که در تاجیکستان برای چه اینا رو اجازت میتن که آزاد کار میکنن، فعالیت میکنن و آزاد مقصد نوار میکنن، نوارای فند فریب
فحش و فاحشگی را پهن میکنن، مقامات را پس میزنن، تمام ساختارهای دولتی را پس، یعنی که یگام خیلی با تعریف گپ نمیزنن. به نام پروردگار یگام خیلی با تعریف گپ نمیزنن که مثال که بگیم که یگام تاجیکستان یگام پیشروی کرده، موفق شده، فلان وزیر این خیلی وظیفه گرفته، یا این مقصد یا اینکه ما یگام پیشروی ها را گپ زنن، امیر را آزادی نمیکنن، فقط تنقید تهدید، فقط این پستی ها را نشون میدن. ببینین برای چی من رادیو آزادی را بد دیدم و 1 سال 2 سال پیش درباره رادیو آزادی گفتم که وقتش میشود، ساعتش میشود که برای لایکی موندگیتون و برای پدلی سعی کردگیتون و برای دستگیری کردگی رادیو آزادی جنایت میشود، یعنی جنایت صادر میکنین، یعنی شما را به جوابگری میکشم. من این گپا 1 سال 2 سال پیش گپ زده بودم. این مینا برای رادیو آزادی اوچالانت های کنچکای ایامون ژورنالیست کاش سرکاری تو کنته ژورنالیستاشه برماده گپ زده بودم. حقیقت یعنی که امروز روسیه این چیز در حقیقت من کرد و رادیوی یعنی مثلا تلویزیونی یا شبکه تروریستی اعلانش کرد. برادر عزیز اپاو خوارو این چیزی هسته که دلیل دکازت قطعی شما میتونین بدونین در همین کانال بختر خورونت با و خطلانی در مثال او وقت همون خطلانی را من استفاده میبردم در دستش بود، در مثلا در دست من بود. تا حاضر همون ویدیو هسته که من نسبت رادیو آزادی کرده بودم تا حاضر نوارا هسته. خب اب نایسوندای خب بگذار شما ناموس ندارین، شما نویسنده هستین، شما ناموس ندارین، شما جوانمرد نیستین، شما غیرت ندارین، شما را که خداوند که ناموس رو نگرفتگی شما هم خیلی بیناموس به باید رسیدگی. این فکر میکنم که گپای حق شما که به دروغ تبدیل میتین، چون که در وجودتون شما را که فند و فریب شیطانی جو گرفتگی های. فهمیدین؟ شما در روی دنیا اگر ملت کردها را میگیریم 62 میلیون کرد های، 62 میلیون. این یک ملت بزرگ، یک ملت کلان های، لیکن همه در کجا دولت دارن؟ شما شنویدگین هر یک کسی که شما شنوید گوش کردین مرا ملت کرد یعنی کردها میگیم، کرد شنویدگی هستین. فهمیدین؟ لیکن در کجا همو دولت دارن؟ در کجا دارن؟ ندارن. نیمش خچه افغان کرد، نیمش خچه ازبک کرد، نیمش خچه قرغیز کرد، نیمش خچه ترک کرد، نیم خچه ایران کرد، نیم خچه گرفت در شهروندی روسیه. تمام سمت یافتن خچونه یعنی مقصد گرفتن به همو ویا سپریدن، یعنی شهروندی همونجا را گرفتن. ببینین در همون پاسپورتاشون یگان تاش کرد نویسندگی نیست، یعنی کاری کردن که ملت کرد ایبین بردن. ما هم نمیخوایم که ملت تاجیک ایبین بروه، ما هم نمیخوایم. و ما در هزارها ویدیوم گپ میزنم که هر کاری میکنین نمیکنین خیانت به این ملت، خیانت به این دولت نکنین. در لوبای ویدیوم گپ میزنم و هدف و مقصد من همیه. ما عادت کونلسکی ندارم که مثل یک خیل بلوگر رو برم کونای کیم که را بلیسم مرا ها دست بالا کنن، مرا مدال بتن یا مرا بگیرن در فلان جا نام نمایش کنن. من احتیاج به این چیز ندارم. به نام پروردگار من احتیاج به این چیز ندارم. مرا قهرم در چیز میکنه که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نامردی و نوجوان مردی که خودت اگر قبول کنی در خودت من در گپ ندارم. 4 تا به صاحب برآورده‌ای در اونجا نمایش داده سین و گفته سین که این همین فلانای بهمدانای اینای اونای. ای برای چه ها اونا دخترای کنجمون نمیبره نشان نمیتین؟ برای چی؟ یگم جدا ندیدم همورا. به نام خدا یگان شبکه‌های اجتماعی ندیدم که همواره برای یک کس گپ زنه بگرده بگه که این همی به صاحبه این همی فلان بهمدانای. به نام خدا قسم یک حافظه را برآوردن، یک حافظه نو اوسیای که اونم اوسیا را برآوردن، پیون کپیدن شد، برآوردن در همون وای گپ زدن شد. مقصد که در دوشنبه پلیس نشانش دادن. برادرای بچهای بلاگر برآمدن ویدیو کردن که اینا عاقبت کنجمانی تو فلان بهمدان. والله قسم ای پشت یوکو 10 کارگر مقامات زنگ زدن در بلاگر که او دلیل که فلان رو میکنم. به نام خدا قسم آدمایی که با گفتی خودشون وطن دوستن از سیاست امروزه این همه آدم خودش ناراضی های. با ای پشت ما آدم میمونه عیبای مرا میکوای. ای آدم تو من عیب داشته باشم والله قسم تو نامی مرا میدونی؟ تو من با میگم من به خاطر اونو پاتریوت به خاطر اون وطن دوست مرکب میکنم نامی تو را نمیگیرم. تو یا نیکتایی تو چند بار من تهمت کردی؟
چند بار تهمتم کردی، چند بار گپای ناتوغی بردی رسوندی در بعضن مقاماتا که من فلانم بهمدانم. چی دلیل دکزه داشتی بردی رسوندی؟ من نمیفهمم. رئیس کمیته تلویزیون و رادیو برای چی نمیبره دختره رو نشون بدی؟ مالش بگذار زوری تو به جا نرسید یا اینکه بگذار تو ورن ندیدی، بگذار تو ورن نتونستی دیده، وقت نداشتی ببرای که اولا دخترکایی که به شان شرف تاجیک ملت تاجیک میرسن، دخترایی که میبرای کون میجنبونن، دخترایی میبرای نیمی تنشون هوی نشان میتن، چشمات نمیبینه. بگذار چشمایت ندید، چشمایی که اونمون میبرای اونمون نمیدونم. آخی ژورنالیست هایی که قدر به هزار بالا و مقام میرسونن گپ میزنن، چشمای اوام نمیبینن یا ای گپا را نمیبرن نمیرسونن. تا بگذار نیوردن نرسوندن او نمیدروی درونی. من دور نمیرم، دوری شهری باختر بدورا، شهری قرغانتپه صوبی قرغانتپه امروزا باختر بدورا. یک بار جوان مرد چه ژورنالیست سر بده، ژورنالیست ها میرینن یا ویدیو کنن میرینن. ای ترس شونا بنامی خدا قسم نمیبرایم که همون درونی شهر یا ویدیو کنن. ای دم در دم چسبیدگی ماشین نمیگذره، نمی دم بین دم چسبیدگی ماشین نمیگذره، آدم اوسو بسته. اگر یه ماشین برای یه آدم دیگه بگذارم نمیتونه گذاشته. همین خیلی دمو در دوری شهر باختر هسته، هیچ چیزا رو نمیبینین. بچه های کلوب زنگ میزنن میگن که بچه بیا همینجا را ویدیو که میگم اکما داخل در تاجیکستان نیست. موقعی رئیس تلویزیون تو کار نداری دیگه یا برنامه نداری دیگه یا برنامه تمام شید. ای خدا نکنه که در او ویدیوهایی که شما آینده کرده سین صورتی ما ویدیوی ما یا یک گپی ما باشه، ما اگرجت نکرده سام. من بود دلیل دکزت قطعی مدروم گپ میزنم که یک کامیرا را چانس میخرین، چانسم از بودجه دولت میگیرین. این چیزو را گپ میزنم دلیل دکزت قطعی. آدمایتون که اومدن در همینجا ای من پرسیدن این چیزو را، همون دلیل دکزت را گپ میزنم. یگان چیز دیگر نه. او ژورنالیست هایی که خودتون ای شما کونتی میکوین که مقصد میگه نه مردگی خیلی کرد. او ژورنالیست ها را توزه کنین. اوخی ژورنالیست ها چند فویش هم خیلی بنامی پروردگار من یگان چرا نمیفهمم. بنامی آخی آدم های بسایی و برو وردیان نمایش داده سیان، ویدیو کرده سیان، پیدر هم گپ زیسیان، با گفتی خودشون چهار عالم دیگر راست موندیان درباره و گپ زیسیان. همه آدمایی که گپ بزنن درباره همیا شما غیرت نداره که بدونین که پیش ایارا تماشا کردن 2 ساعت دیگه بدونین تماشا کنین ببینین که در یا چی نامردی دیگه رفته سای. نه میدونین برای چی؟ برای که شما میدونین که او صاحب دارن. شاید که شما منترسبت کردگین گفتگی که کیای او چی بایی ره گپ نمیزنیم با او جا مقصد ژورنالیست ها گفتگی انتونه که این صاحبش فلان آدم کاردار نشنیده. انا من برادر عزیز اپاو خوارو، من بنامی خدا قسم راهی که من انتخاب کردگیم ایرا من داونا گفتگیم. او وقتی که برای حزب و حرکت و گروه گپ میزدم اگر من ترس میداشتم همون وقت اصلا نوید میکردم که 3-4 بار من پکوشنی کردن. 3-4 بار، 1 بار 2 بار نه. ای دهنم نبرومد. بچه خاطر به خاطری که غیرت های جوانا زیاد شوه، یعنی راه نتن که به این ملتی ما یک از گپ زنه، به این دولتی ما گپ زنه، به این پرزیدنت ما یک از گپ زنه، یعنی که این چیزا میخواستم به همین خاطر من بجا میکردم گپ نمیزدم. من راهی که انتخاب کردگیم هزارها بار گفتم و حاضر با میگم که یا مرگ یا محبس های یا مرگ یا محبس های. چخیلی که من در تاجیکستان بودم هزارها نوجوان مرده که کارگر مقامات بود که خودش ای سیاست امیروزا ناراضی خواسته که تهمت کنن من را برن یک بشنونن یک بشکنن یک فلان کنن بیمدان کنن دکزت که نبود نشید هیچ کار کردم. و برادرای وطن دوسته که در اون مقامات هستن الکی مرا بخیچونم میدونن که من کیم، بخیچونم میدونن که من کیم. من ترس این ندارم که امروز من برم پشتی پنجره بشم یا که خداوند جانی مرا بگیره یا که یک کس بیا مرا بکشه. بنام خدا من ترس این ندارم. ای من کاری مردانگی من دوام دادم و کاری مردانگی کردم. برای بعضن بی ناموست، بی شرفت، بی ننگت، بی وطنت این گپا قدر نداره. میدونی کدام وقت این گپای ما در شما تاثیر میکنه؟ همون وقتی که شما ای دست میتین مرا، همون وقتی که شما مرا ای دست میتین که بعد این گپای مرا با شما بگین که بس در انمو جانم بچه روز گفت.
ای من به نام پروردگار قسم میگم برادرای عزیز، من نامای آدما را نمیگیرم به چی خاطر، به خاطری که میگن که تخت به همو برابر میکنی. نه، من هیچ وقت خدمت به هیچ کس برابر نکردم و نمیخوام بکنم هیچ وقت. پلیتیکای دیگه دولت را در نظر دارم، گپایی که گپ میزنن شاید که این گپای مرا آدمای به عقل گپ میزنن، آدمای به معنی و نمی عقلشون خوبه کو انم و کلاشون هم خیلی کار میکنه، میفهمه که یعنی میگه که یعنی مقصد این گپ کی گفتگیه. پلیتیکای آدمای پلیتیکای دیگه دولت‌های هست که گپای گپ زدگیان امروز ای دست دادگیان، یعنی آدم مردگی اما پلیتیک یعنی مثلا مردگی امروز گپاش کار اومده است. ای بچه این کاری شوخی نیست، این کارش این گپی شوخی نیست که 8 سال پیش 10 سال پیش بگویی که 10 سال پس 15 سال پس فلان کار میشه، همون کار شده است در بعضن دولت‌ها. برادر عزیز، اپا و خواهرو، شما اگر که بخواین برای تاریخ گم نکردن، برای این ملت گم نشیدن، برای این ملت پیش بردن، برای دولت پیش بردن، برای خدمت‌های شایسته جوانمردای ما امروز کرده استین در راه وطن، شما از همه کار خوبش برای چی ما مقصد همین کار ما یگان تمام میکنیم کتابو را باید بخونیم. نه وابسته کدام کتابو باید کتاب بخونیم که عقلمون باید پر کنیم، تفکرمون پر کنیم، گپ زبونمون برو کنیم. نه وابسته کدام کتابای. بعضن آدما میگن که همین کتاب ما داخل نداره، ما چیکار کنیم، ما میرم میخونیم. بعضن آدما میگه پگاب میزنن، میگن که ما همین داخل نداره، ما چیکار کنیم، ما میرم میخونیم. خب نکروز گامیلوف، من نمیدونم درباره اوچایت گپ نزدم، درباره اوتایت گپ نزدم، درباره دخترچت گپ نزدم، درباره زنت گپ نزدم، درباره نمیدونم اپا و خواهرت گپ نزدم که ترا قهر کنه. من نمیفهمم وقتی که تو یک نامرد نکروز گامیلوف گوش کن، ممکن جمیلوفی جا خطا نیستونگی، نکروز جمیلوفی گامیلوفی گوش کن، تو پدرنلات آقی پدر این معنی گپی مرا نمیفهمی، فهمیدی؟ تو خودت یک گو که هستی معنی گپای مرا نمیفهمی. اگر که رنگی تو اگر 10 تا در همینجا اگر صفت باشه، اگر یا همه به همو یعنی مقصد میپیچه، یعنی میگه فکر میکنه که گپا اونو توغری های. خب سوق بزیب شید چوش بزیب شید اوزی بزیب های اوزو باردارو اوزو بزیب های بارداره عزیز اپا و خوارو گپ زنه اوزو بزیب باشه ببرین. خب مثلا نمرو خطی اوز بزیب دای اوز یگام خیلی نرفت سوزای اوز سوزای گفتیستم که بارداره عزیز اوز سوزای اوز 100% بودای چخیل اوخی سوزای اوز. خب برادر عزیز اپا و خوارو همه کدام تا نمیری ما در کورای و قدر خلیق تا گرک میگیری بنش در واتساپ نکه گپ تاول گپ زن که چی گپ داری همه گپی که در کار باشه مهم باشه ما من خودم تو در زنگ میزنم. آواز هست پروسا پستای بخشیش 1000 بخشیش. خب ای بچه نه من عصبی نمیشم، مرا قهر میکنه برادر عزیز. من برای چی عصبی شم؟ وقتی که من حقیقت گپ میزنم من تصور میکنم که خدمت در پیش اونم در جای اونم آدمای اونم که مقصد کمبغلی که برو وردیان ویدیو در نشان شونده ایستن، من در جای همون تصور میکنم من بنام خدمت در تمام ویدیوام میبرم عصبی میشم گپ میزنم، یعنی مقصد همه من قهر میکنه. برای چی نمیبروین که مقصد اگر شما را چشماتون نبینه وقتی که ویدیو شما میبرویه من ابیزتی نه همون کنجمانو را میبرم نشانتون میتونم ابیزتی نه من خودم شما نداشته اینو کورا یعنی اون غیرت نداشته ژورنالیستو شما اون غیرت نداشته این او کورا من میکنم که کو ایروی همین ویدیو شبکه‌های اجتماعی همو را اهمیت داده دوباره شما همو را برآورده میمونین با در بالای همون گلاونیشون همون گلاونی که همون تلویزیون میروه دی نیست
یعنی خودشون به دهنشون میبرن میگن که بیسویی بام، خودشون به دهنشون میگردن میگن با خدا قسم در کار نیست، میکنین همه را بکنین. کمیته تلویزیون، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو ویدیو کردنی نومی بلوگر را میگیری. من اصلا بلوگر نیستم، من رنگ روی بلوگرم بذارم و بعضا بلوگرام به خاطر چی؟ به خاطر برای چی کنکورس کنار نمیبرون نشون میتین؟ رئیس کمیته تلویزیون و رادیو برای چی گیر کنار نمیبرون نشون میتین؟ برای چی که خون مردم مکیدستیان چرا نشون میتین؟ هزارها کنکورس کنه که مردم تا امروز پلاش 2 سال 1 سال 3 سال شده دودگی نیست، فریب کرده تو امروز فریب کرده گشته کنکورس آزاد کرده سای چرا ورا نمیبرین ویدیو نمیکنین؟ هرچند که همه تلویزیون ما تلویزیون تاجیکستان همه تمام شبکه‌های تاجیکی را رفت ما تلویزیون اهمیت دادم تماشا نمیکنن. برای چی؟ برای چی ما کینوهای خودمون پیشنهاد نمیکنیم؟ برای چی ما استحصالای خودمون ما تاجیکای استحصال میکنیم که این فرمان روبر دولت ای که میگه هر چی میکنیم ای خودمون بکنیم، ای ما بیرون برای ای بیرون دورو نداره. لیکن نوجوان مردانی شما را ببینید که کمیته تلویزیون و رادیو میگیرن ویدیوهای کینوهای چند ساله کیم کیاره میگیرن دوبلاژ میکنن میگیرن مقصد وای میکنین با اثر همون دوبلاژ پلی یک کینوی تاجیک میدوس بکنین. ما اکتورای کم داریم. اکتورای ما را میدونه که دیگه ملت ها دیگه دولت ها با چی قپلای کلان خریداری میکنن، چی قدر قدرشون میکنن. من والله قسم نام اکتور را نمیگیرم. در همین مسکو یک اکتور تاجیک دیدم، من نام او را نمیگیرم به خاطر که رکلامی روز نشوه. در کینوی تاجیک هم بسیار برآمد کرده. من در همین جا دیدم شد در پیش یک تئاتر دیدم را ما اکتور تاجیک در پیش یک تئاتر همین مسکو دیدم. این کار یک پیش از روسیه رفتنم تاجیکستان رفتنم بود. این کار گریت 1 سال پیش بود. به نام پروردگار قسم قدر قیمت احترام گلوی محشر همین عروسای یعنی همون احترامش خیلی کو دیدم کیف کردم. این اکتور تاجیک عروسای احترام کردن. من سراز اومدم نگاه کردم 3-4 کینوی عروسی دم اصلا زور بازی کرده بود و کینوی تاجیکستان نگاه کردم در کینوی تاجیکی در یک سطح بالایی بازی کرده. همون اکتورا در تاجیکستان دیدم به نام الله قسم کو آدمو با پیشش آزاد میگذارن در سلامش نمیتونن. در سلام این ای کجای سرشوی ای کجای این ای سرشوی از کمیته تلویزیون و رادیو اعظمی کینوی تاجیک وقتی کینوی تاجیک وقتی تئاتر اگر احترام نکرد حرمت نکرد بیگونه برای چی حرمتش کنه؟ وقتی که اگر که شما رئیس کمیته تلویزیون و رادیو کینوی تاجیک فیلم وقتی که شما اگر اکتوراتون قدر کنین کینوی با معنی کنین پرمضمون کنین همون پولای طلب کردگیتون صرف کنین اگر هیچ وقت اکتور ما در بیرون نمیمونه. اون روز 2 دیدم در تیک تاک. من تیک تاک نمیدونم تیک تاک قدر اینترنت هم نمیکنم. تیک تاک درمادم در تیک تاک بازی کردشن باتل زدشن سراینده تاجیک در پایانش نرسوندم. شما قدر قیمت حافظ پس دادین، شما ناموستون پس دادین که در اومدین در دوران تیک تاک شما باتل زدین باتل بازی کردشن. به نام خدا قسم خونده جواب نداد. میفهمی که خونده شاید هم خیلی حرکت کردم بالا برنامه بالا نکرد. من نامش نمیگیرم. پس روشکا در غلطی دید چی معنی داره پس روشکا در غلطی دیم؟ بگذار برادر عزیز بگذار من بد باشم گنده باشم امروز بعدم امروز گنده یم بعد که من اگر که بعد که مرا یا میکشن و یا محکم میکنن هر نوجوان مردی که باشه این گپای ما کو انشالله کور نمیشوه. این گپای ما این ویدیوهای ما هیچ وقت کور نمیشوه. برای که من یگم ویدیو کور نکردم ویدیوهای ما کور نمیکنن کور نمیشوه و شما این چیزا رو میفهمین گوش بکنین. انشالله خربچه‌ای که امروز گپای زیادی گپ میزنین شما اگر این گپای ما یا چیز نگیرید فرزنداتون انشالله یا چیز میگیره. انشالله باور دارم. خب به همین خاطر برادر عزیز اپا و خاطر به همین خاطر برادر عزیز اپا و خواهر من هر گپ میزنم برای پیشروی وطن عزیز. من نمیخوام که تاجیکستانی عزیز
وطن گلگوشخانی که در حسرتش خیلی هزارها آدم مردگی، هزارها میلیون ها آدم، خصوصا مردم ایران و مردم افغان مردگی در غم تاجیکستان برای گرجانی تاجیکستان گرفتن و برای در تاجیکستان زندگی کردن مردگی هم. من ویدیو را در این اغروچا نشان میتم، در خخالو نشان میتم، در ارمیانوش نشان میتم، باورشو نمیوید که اینجا تاجیکستان است. باورشو نمیوید. کیم چی فکر میکنن؟ برای چی؟ برای که نمین 4 تا نوجوان مرد و 4 تا نامردی که میبروین مقصد حق عین و حق فرق نمیکنن، میبرن حقیقت با گوششون گپ بزنن. بگذار ما گنده باشیم. گپای دلم که بود برآمدم گپ زدم. من گپام ای ویدیوام تا امروز هر نوار نسبتی هر کسی کردم پشیمان نشدم، انشالله پشیمان نمیشم. و هر وقتی که اگر که من برام اگر گپ زنم که پشیمان شدم یا اینکه بخشش یا اینکه دیگر کار، انشالله اولش که تا حد امکانی کار نمیکنم. وقتی که سخت مجبور شدم با واسطه تمام نزدیکام اگر که مجبور شدم شاید که بگم. خب برادر عزیز، من بچه خاطر من یوتیوب دور شدم برآمدم و دیگر نخواستم که مقصد در یوتیوب ویدیو کنم گپ زنم. به خاطر برادر عزیز که уже همه ملو بچه شده، همه بیبی شده، همه نصیحتگر شده، همه آدمای امنی شده که احتیاج به این گپای ما دیگر ندارن. به همین خاطر من یک چند تا در اینستاگرام پیش بردم و در اینستاگرام هم همین روز دینا شو در اینستاگرام هم من یک استوریز کردم، ماندم که گفتم که دیگه یک چند تا میخوام که از اینستاگرام دور شم برای خوشبختی بعضی‌ها. یعنی این گپ هم معنی داره. خب بسیاری در تای کامنتاری هایی که همو پیش همو و یا نویسنده همو بلوگرها را کردگیان نویسندگیان که زو گپ نیست با پیش فلان بیمدون. به خدا من طرفدارم که همه خیلی شید زور شید گرین شید بهترین شید که همه کارا همه چیزا از بین میره. و آخه آدمای اساسی را برای چی نمیبرورن؟ آدمایی که اودیتوریوشون بقوتتر برای چی ورا نمیبرورن؟ خب میترسن. ای چی میترسن؟ وقتی که نمیسونه که میترسن، ای چی میترسن؟ وقتی که اگر ترس باشه، ببینین این گپی ما با بعضن راهبرا دخل داره. چی خیلی که برای وظیفه را گرفتن، یعنی وظیفه را پیشنهادتون میکنن. وقتی که راهبرا وظیفه را شما را پیشنهاد میکنن، چی خیلی که گردنکتون کج وظیفه را قبول میکنین، شهروندا قطعا گردنکتون کج گپ زنین. من بسیارتر وقتی که رفتم در تاجیکستان، یعنی مثلا در تاجیکستان بودم، بسیارتر چی را دیدم؟ همین بعضن راهبرا همین شهروند مثل که یک قرضدار پیشش میروه کو علم خیلی قبول میکنن. بنام خدا این چیزا را من ریال دیدم. نه اگر بگم که من قطعی گپ میزنه، نه به نام پروردگار من قطعی همه تک نده گپ زد، همه زور رفتار کرد، همه عجایب بود. اگر که بگو که اینجا عیبی خودم شد که مثلا که رئیس شهر بختر من چپ گرفت، نه برادر عزیز، اینجا عیبی من نشید، این هم عیبی عقلی خودشی. به خاطر چی کمبودی های شهر بر اومدم گپ زدم چپ گرفتن. من هیچ چیز شبهه ندارم، ترس ندارم، یگان چی ندارم. پروست وقتی که ببینین مجلس های کلان هم میبینیم، ده مجلس های کلان من یگان مجلس روبری دولت و رئیس شهر چنبرانی مثلا رئیس مجلس عالی را یگان وقت تفسکت نکرده تماشا میکنم. یگان لوبای مجلس هاشون لوبای برآمداشون تماشا میکنم. به خاطر که من اتریچ میگم که من دوستدار امام علی رحمانم. من در لوبای جو گفتم و حاضر با میگم. من همین قدر برادر عزیز در اون مجلس ها میبینم همین بعضا رئیسا و راهبرا و معاوینا و دیگرها را میبرویند به نام پروردگار قسم در اونمون یگان سوالشون میتن یا اینکه یگان چی را میپرسن گردنکشون کج
حتی گپ زدن نمیتونه بعضیاش دست گم میکنه گپ زنی را نمیدونه که یعنی که مقصد سوالی که 15 سکوند پیش داده بودنشه حتی گم میکنه که جوابش چی بوده. لیکن متاسفانه وقتی شهروند پیشش میروه شهروند یا عادی پیش میروه یک نمود گپ میزنه که با یک حشمت گویا که همین شهروند باید همین یک چند هزار دلار قرض داره باید یک چند سال نداده ایشا بگذار قهر کنین بگذار سختون برسه بگذار که من در پیش شما گنده باشم حقیقت امروز هست باید من بگم شما داره وقتی که من در روسیه بودم حقیقتایی را گپ میزدم برای بعضن گروه حزب برای بعضن حرکت‌های مقصد که برای نسبت حکومت دولت نیت‌های بد داشتن دلیل دکزات کسی که گپ میزدم گفتن تو بزی تو نامردی تو فلانی تو بیمدونی اینجا تاجیکستان رفتیم گفتن که تو مرده که همین رشم خطی تاجیکستان بره در تاجیکستان همین کارا را کرد همون رشم خطی تاجیکستان رفتم همون رشم خطی ویدیوهای کردم گذاشتم حقیقت‌های تاجیکستان گفتن که با ای اوسو با ای تاجیکستان گفتن این بزی اوسو نای من نمیدونم من آدمی چیم آدمی ایم آدمی اویم من چیم من همین خشمالا میگم من یک خدا دارم من هیچ کس ندارم من هیچ کس ندارم خدا قسم خب هزار بخشش باید زنگ شید اوضاع چقدر بردار عزیز اوضاع چقدر بردار عزیز برادرای من اوضاع چقدر هست هزار رحمت خب نویسنده یک کسی برای چی دو نام شما بخونم شامپو مامپو نویسنده که برای چی شهر بختر پیشروی آبادی به حدسست مکتب ما خدمت میسازیم راه خدمت میسازیم خب شامپو مامپو من از رئیسایی که در شهر بختر شهر قرغانصابی شهر قرغانتپه امروزه شهر بختر روزیم دوالنیم ایده کس دو رئیسی که صادقانه برای این ملت برای دولت شهرمرد دوره کار کردن و شهرمرد دوره خدمت کردن دو رئیس ریالی خدمت کردن ریالی برای پاتریوتیشون برای وطن دوستیشون برای این ملت حتی تمامی همین داراییشون هم برو وردن دادن این دو رئیس بود یکی اسماعیل زاده یکم رئیسی که بود حاجی امیر یکمش حاجی امیر بود دیمش اسماعیل زاده این دو رئیس پیدر هم به نام پروردگار خدمت‌های کردن برای شهر بختر که مردم شهر بختر هیچ وقت فراموش نکنه که این دو رئیس ریالی خدمت کرد راه را کردن پارک‌ها را ساختن بهترین اسشنیا را آوردن چسباندن بهترین فانتانا را کردن و بهترین شهر را خیلی سویجی کردن دادن در دستی که آخی من نمیفهمم آدمایی که خدمت میکنن نسبتشون تهمتا میشوه من با فهمیدم که اینا را مقصد برای چی مقصد ای وظیفه گرفتم باور که زیغ شدم این معنی را نداره که یک آدم 1000 خدمت میکنه 2 مینوت میکنه برای 2 مینوتش او را شما مقصد چی گپایی که پس گپ زنین چی نامردیا کنین در حقش آدمایی که شهروندا این کارا کردن شهروندا شکایت کردن این کارا گرفتن مقصد عمل کردن دو رئیسی که تا امروز هیچ وقت شخصا من فراموش نمیکنم که برای شهر بختر خدمت‌های جوانمردانه کردن یکی حاجی امیر دیمش اسماعیل زاده عبدالعلیم عبدالعزیز دو آدم ریالی خدمت کردن و با قدری او آدما همون وقت رسیدن این شهروندای شهر بختر که الکی اینا وظیفه رفتن که فکر میکنم که دیگه نمیخواهن و دیگه رئیس شوم رئیس ولایت شاید بخوام لیکن رئیس شهر فکر میکنم دیگه نمیخوام شوم که من شاهد بعضن کارهایی بودم که ای کسای خودشون این کارا را برآمدن یعنی مثلا بعضن کارا را صرف کردن پیشروی کردن من این چیزا را بعضن کاراشون شاهدم ما دور نمیریم مردم شهر بختر همین وادی وقت در کدام حال بود مردم شهر بختر شهر قرغانتپه
وادی وحش در کدام احوال بود؟ یک طرفش پلی موسور بود، یک طرفش فانتانای سال 1950 بود، کافلای شکسته و ریخته بود. правильно. لیکن این مردک اومدن چیکار بود کردن؟ گرینی کردن، یا نمود کردن که شهر شناخته نمیشه. و بعد او سه رئیس علیشید. بعد او سه رئیس علیشید. رفتم احوالی پارک دیدم. از شنیا لامپوچکا ندارم. در زمستان دروی همو پرینسوشون که پری آوای به نام خدا قسم پری آوی سودگی های. بله برادر عزیز، وقتی که راهبر اگر توجه نکرد، اهمیت نداد، همه خیلی افلاسی میشود. اگر شما تصور کنید شما یک کارخانه دارین، مثلا یک نانبای دارین یا یک دکان سمبوسه دارین، مثلا یک دکان سمبوسه دارین، اگر طرف همون دکان سمبوسه تا شما 10 روز اگر نرین، اگر در یک روز شما مثلا 1000 تومانی درآمد داشته باشین، 10 روز نرین شما ببینید که 300 تومانی یا 200 تومانی درآمدتون میشود. الکی درآمدتون پس میشود. به چی خاطر؟ به خاطری که راهبر توجه نکرده است. مثلا ما فرزند داریم، فرزندمون اگر توجه نکنیم، اهمیت ندیم، تربیتشون نکنیم، ببین که ای آدمای بی پدر بی مادر، یعنی اوهاشون، یعنی تربیتشون بدتر میشه و خوبتر نه. خب الحمدلله. یادی بگی چقدر از قطعی دستگاه بودیم. در سیاز وقت در اینستاگرام بنویس بختر قربان تپه دا بنویس چی مسئله چی گپ ببینیم همون گپ مسئله اون منفیتی هست که برای یک شهروند، برای یک خدمت، برای حکومت دولت پرابلم نیست جواب میتون. خب نویسنده که اس اس آ در نوشانه سعی نویسنده که چی با امید شریفزاده یک استادیوم نمیسازه برای کمانده بختر سیتی، همون نساختگیشون سازای. من امید شریفزاده را نمیدونم کیه، امید شریفزاده نمیشناسمش. همون نساختگیشون سازای که بین داماد است استادیوم گفته برای جوانان گفته ساختن، امروز گرفته استادیوم را چپه کرده دام ساخته استیان. در کار نیست همون استادیومی که اگر همین باشه در کار استادیوم بختر دستت نه، اگر که همون را استفاده کنن، اگر همون را برای یک طریق از شرطنامه قضیه بگیرن استفاده کنن، یگون پرابلم نیست. خب بختری نمره تا بگو چنده؟ ما ارزی ارزی وزنین داریم. صلاح نمیتونه که ارزی نمره تا بگو ارزی وزنین داریم. برادر جون، من نه سودم نه مقاماتم نه یگان کارگری دولتم. هر چی کشید ایرمی ارزی وزنین شما شید که من پروتکسیون برآمدم. فهمیدین؟ شما همین کارهایی که در همین آدمایی که در همین روسیه پرابلماتون حل میکردن، غریبا را یاردن میکردن، پولش هم میگرفتن میدادن، دیگر میکردن، ما هم میکردیم، هرچند میکردیم پوبلیک نشون نمیدادیم. همین کاری آخرانگی ما پوبلیک نشون دادیم. این با نزدیک کار کردیم پوبلیک نشون دادیم که این سیمینی کار بود، نباید ما لیزید میکردم. دور اومدم لیزید کردم، خوش کردم، 1.5 میلیون روبل به گردگیری شوش به گردگیری برمیگردونم، همه صد و هیچ کگ نده، جوباجو کگ نده شیده سرش دوشی. ایست زنگ میزنن، ما دیوانه نیستم، من شما در یگان بی‌سواد نیستم که شما نسبت یک برادرتون بخواین که تهمت کنین یا اینکه پچ‌سوش کنین. شما جایی فریاد میکنین و پرابلمایی را گپ میزنین که یک آدمی با قدرت با یعنی مقصد و او کارا بود کردن نمیتونه. ولی مخاماتو شکایت کنین، من چی شکایت میکنین؟ ارسا اخورات نکن تموم. ما کلا اخورات کردم صبح جون منصور، ما کلا اخورات کردم. سلام آقا جون، چه تلگرام تا بیاین بختر قرقون تپه. برادر عزیز اپا و خوارو همین لوبای سایتی که میبینین اکتیوی ساز داره،
подписчики бисёр дорад, значит сайти май Бохтар Қурғунтепа. Ман дута инстаграм дорам, ята Кен Президент ва ята инстаграми дига Бохтар Қурғунтепа бисёр истифода мебарам. Ҳамурам як вақт айбайн гуфтаистам ки истифодаш накунам, ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳамҷо ҳар рӯз эфир кардем. Аллакай уже намедонам чӣ ба ки ҳамин бисёр ҳамин бародарое ки мақсад бачаҳои дастоине ки бачаҳои ватандӯсто патриотое ки буданд мисол дар бармон ҳастанд, гуфтанд ки ака сайти дар духтар бенёяд бисёр шудай, метавонӣ як кам тархита дур кунӣ. Реалӣ аи чиз хидмам, яъне мақсад хостум ки дур бишам, бародари азиз. Хидмам хостум ки дур бишам як кам тарах. دختری جوان تمام انشاءالله. چند بار شد که اجازه نفهمیدم. علی 01 02 که رئیس شهر بختر شیرینه رای. آخی ما برادر عزیز، ما شیرینه کسی را میگم که وقتچا ساعتچا دریغ ندونیسای برای شهروندو، برای ملت، برای دولت دریغ ندونیسای. من آنها شیرینه میگم، من اونها جوانمرد میگم. همین برادر. من میدونم که برای هر یک گپم، برای هر یک نمیدونم رفتارم، برای هر یک گفتارم شاید که در اینجا با یگون سکه‌ای باشه، یگون گناهی باشه، بیگزار باشه. و خدا قسم گفتم و میگم پشیمان نیستم و پشیمان نشدم و انشالله پشیمان نمیشم. تمام درد نیست. خب بخشش حتی چی وصیت داری برای مهاجران؟ خب برای مهاجران برادر جان، من یگان ملا نیستم، یگان مقصد یگان نصیحتگر نیستم، یگان نیست. من هر چی که مقصد که امروز وجدان من را عذاب میتونم میبرم گپ میزنم. اگر که یعنی که مقصد که فکرها بگی فکرها تا گپ زن، من فکرام برای مهاجران قرار گفتم که هر کاری میکنین در تاجیکستان بکنین، از تاجیکستان بیرون نکنین. یعنی مقصد چی دارایی که مقصد دارین، یعنی مقصد که میخواین که خانه کنین، زمین بخرین، خانه بسازین یا که خانه خریدنین در همون تاجیکستان کنین. یگان دولت دیگه در یگان ملت دیگه ما را اگر که هرچند گرجدنی هم اونجا باشیم، اگر ما را همچون خودشون نمیشمارم و قبول نمیکنم برادر عزیز. هیچ وقت من به نام پروردگار قسم در همین جایی که نباشه، جایی که رفتم فقط به یاد وطنم، فقط به یاد ترکستان عزیزم که تمام چیزم در همین جایی. و این چیزایی که فهمیدم که مقصد که ولی بیایا یک کاری میکنیم، این چیزا رو مقصد از دست میگیریم که چهار نوجوان مرد که خودشون مقصد چقدر که گفتم 83 میلیون نوروزیان همونو با میگه پاکستان. آخه ما داش همون چیزایی رو در شما نصیب کردگی باشه. اگر ما در من نصیب نکنه، اگر در شما نصیب کنه، ما شوخی. هر کنیم بدون چیزا بگید نمیدونم باور کنین. فقط در همین یک باید خوندم یک مقاله نمیدونم از یک پیلوس بود، نمیدونم کدومش بود، همون دا خوندم تمام.
جمال جمال ما با فکرم که کام اوخ پدر جمال جمال اوخ پدر کجا شدی الله لعنتت کنه الله جانی فرزندو تا بگیره طور نوجوان مردم خداوند کو هیچ وقت موفقیت تا نبینی تو بدبخت نمیخوای غیرت داری اگر غیرت داری بگو غیرت دارم من این تا خوندم استم تو بنویس و چلانت بنویس مثلا سیکر روی میکنم بالا برو خاتمه گپ زن او خدر مرد بچه ای جمال جمالی ای چلانت تو پروست بنویس ها بگو به نام پروردگار قسم در سیکر روی میکنم بالا برو خاتمه مردانه ور گپ زن اینمی قجای مردم این بین اینمی قدر مردم ده تو اگر که بیو مینوس مرا تو بگویم جتا میخوای مینوس داری والله قسم گپ نداری دختری جوابی من در کاری برات در اینستاگرام بنویسید ان شاء الله پگای دیگه میدونم جواب میتونم ان شاء الله درباره شهریار چی گفتنی برات درباره شهریار چی گفتنی اکا کنته بازم گرفتای خب الک 01 همون رئیس شهر پرس نگتا اول تعریف داشتو ازور احمد برادر ما ازور احمد کلام برادر عزیز او زمین که شاه خود گشت گفتی برای که گپ زدی گفتم تا در اینستاگرام چی گپ داری بنویس اگر که همین چیز در کار باشه همین جواب مثلا همین چیز در دستم بیاد کاری که دستم میکرد دوست باشم جواب بد میتونم در اینستاگرام بختر خورغون تپا اکا تلگرام تمون دستیلکا برادر عزیز ما برای تلگرام ماندن و برای اینستاگرام ماندن یا اینکه نمیدونم برای یوتیوب رکلام کردن یادت ندارم یالا که یک چیز بگم دا چیزی که ما در لوبای ویدیو میگم دا نه پادکستتون در کورای نه لایکتون در کورای من نه احتیاج به این چیزا دارم ریالی همین چیزای برادر عزیز من احتیاج به این چیز ندارم برادر جون و من در کارم نیستای در کار برای باشد برادر جون گفت او زمین پیشکی گفتم که بختر قرغون تپا تمام بختر قرغون تپا بزن گپ زن ایوبی بز چوشی ایرا کوراتروش حال کردم چی با بود وایرون خب جهانگیر افیسال نمی سونه که اکا چی با زبانت اکا زبانت چی با تلای زبان من خیلی تمام من منیف الله لعنت کنه او پدر استودیو را تیار کردیسم برادر عزیز استودیو را تیار کردیسم همه چیزا را واسطنوی کردیسم توغری کردیسم همه مقصد همون خیلی که همون پیش کینوگی بود که همه چوت که بود که همون خیلی میکنم انشالله کردیسم اوشی دختری مرا سلام بیبرد گرگا سلام علیکم دیگه کلستون کنم انشالله با نزدیکی بسیار با نزدیکی بسیار گپ نیست اکبر جان انشالله برادر مچوی انشالله تعریف من برادر عزیز اینم این شیرینه رو برات من دوست دارم پالونو بیمدونم
احتیاج به هیچ چیز ندارم برادر عزیز. من احتیاج به دعای شما دارم. من به خدا قسم من با میگم برادر عزیز اپا و خوارو، من احتیاج به تعریف و تاسیف شما، تعریف به پیشروی میگین و فلان میگین و بسمدان میگین، این چیزا ما در موتیواسیون نمیتا. به نام پروردگار قسم من هیچ وقت به گپ شما نمیتونم. من عقل مکار میپرونم میکنم برادر عزیز. هر چیزی هست که در حق من یک هفته که احتیاج به نمی چیز دارم برادر عزیز. اپا و خوارو خداوند مهربان نگهبان تا موشه حق من دعا کنین، انشاءالله به حق دعا میکنیم. یگان گپی بلند گفته باشیم هزار بخشش. بچه خاطر بسیار اسمس مثلا توجه نکردم جواب ندادم. بسیار من عصبی شدم رنگ همین یک بسیار عصبی شدم به خاطر که حقیقت هایی که امروز باید تلویزیون تاجیکستان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو حقیقت هایی که امروز تو بروی باید گپ زنی و پیشنهاد کنی این چیزا را ندیدم. 4 بسایی و برو وردی در همونجا نشان دادی هر غضب مرایم بود. خواستم کمی را برسانم. من میدونم من اوورینم من با باوری میگم که این ویدیوهای مرا تمام روبر و روبریت تماشا میکنم. من این چیزا با باوری میگم. به خاطر چی؟ به خاطر که این چیزا و بعضی هاش خچون و بعضا مقصد معاونین مثال با واسطه دیگراش میرسم که تماشا میکنن. وقتی که تاجیکستان میرفتم مثلا تو وقتی که در تاجیکستان بودم این چیزا رو من میفهمیدم و میشنویدم که ریال این تماشا میکنن. اگر که همین به خدا قسم اگر که ببرین که مثلا بگین که اینا میگفت ناحق اینا میگفت خطا کردی در اینجاش من تهران که اصلاح کنم. خب نمیره مرا یافتن آسان است. ببینید آسان است. هر وقتی که خواهین قبل من سیاست زبرین صحبت میکنیم گپ میزنیم. خب من پروسا نمیخواهم که نمی بعضا بیناموسایی که زنای خچون کونیلی چه تنالیج برآمدن در این شبکه‌های اجتماعی کنجمانه گشته‌اند نمی اونمو را نمیگیرن. نه که انمو بیناموسا برآمدن نصیحتگران انمو بیناموسا برآمدن با واسطه شاگرداشون در انمو تلویزیون برآمدن کک بوده شبکه‌های اجتماعی توزیع کردن. الان لعنتت کنه خودت میبرمانی تو دیگه روزا یک کنجمان بلا استوریت میکردی شرط من برام نامه شما را بگیرم گپ زنم. خدا نکنه که در همون ویدیوهای دیمی شما تلویزیون کرده که مثلا دیمی که میبرویه اونجا نام ما و ویدیوی ما و صورت ما و آواز ما باشه. خدا یکنه بکنه اگرشت قبول میکنم. به همین خاطر من ویدیو را کردم که بکنین همه را بکنین. نمیکنین نکنین. هزارها گپ چپ دارم دوری تاجیکستان بدورین همواره. ای به نام خدا قسم برین مکتبا را ویدیو کنین. مکتبا را ویدیو کنین که معلم ها در وقتهای درسی نیستند. پیشنهاد مثال بعضا روبرو پیشنهاد کنین که بعضا درساش و برای تاریخ هست برای امروزه برای جوانای امروزه برای نسل امروزه مکتبا را مقصد یک تعلیمی برای نسل امروزه بکنن ایازی را بکنن که ما نمی خیلی حکومت داریم ما نمی خیلی دولت داریم ما نمی قدر یعنی مقصد پرزیدنت داریم خدمت های پرزیدنت گپ زنن در مکتبا بگن ایازی را. به نام خدا قسم در بعض مکتبا که نومی رو برای دولت نمیگیرن. من یه چیزا میدونم گپ میزنم همون مکتبا هم بیزنس شده گه بالیسا هم بیزنس شده گه همه نمیخوری پیدر هم شده گه. حقیقتا بگیم خوین میشیم ای بگیم اگر وطن فروش میشیم او بگیم من نمیدونم که بنام خدا که ای کجا چی را گپ زنیم یا نمیدونم بس کنیم بریم ای پیش همون زندگی همون وای خموشیم. بنام پروردگار قسم تمامی پسی را میبینی آخه من نمیفهمم. اونم جمعه برویان بعضا نصیحتگرا را در نظر دارم تمامی نمودی اسپیرتوی استفاده میبره نوس میکشه سیگارت میکشه. اگر که ما ببرویم اگر این خیلی بگیریم ده وقتی که طلبه مکتب میروه نباید که معلم در مکتب نوس بکشه نباید معلم در مکتب سیگارت بکشه نباید معلم در مکتب در وقت درسی پیام بیاید. بنام خدا قسم یا معلم داشتیم تا حاضر معلم تا حاضر پیام مکتب میروه. بنام پروردگار قسم اگر که از من گپ زنم بگم که مدیری معارف اینا میگن خیلی مینوسا هست اینا خیلی گپا هست اینا خیلی کورا هست بو گپ چپ تمام میشه. بنام خدا قسم اگر بگم که نمیدونن روم سیاه میکنم
به خاطر چی؟ به خاطری که یک کار میرای مثال معارف میرای گپ میزنی درباره همه آدم سرز میگرده میگه که او را میدونی که دیوانه ای کو دیوانه در مکتب چی میکنه؟ خب خدا نگهبان تماشا برداره عزیز اپا و خوارو هر کاری میکنین نمیکنین هر کاری میکنین نمیکنین به قدر این ملت به قدر دولت و به قدر پرزیدنت برسید به نام خدا قسم برادر عزیز اپا و خوارو اگر توجه نکردن این دولت ما این ملت ما اگر جوانان ما امروز توجه نکنیم یک کارهایی که مقصد بعضا احمقا و نامردا و نوجوان مردم میخوان انجام بدن وقتی که شما توجه نکردین وقتی که شما سر راه او را نگرفتین شما فکر نکنین که ضرر به یک رئیس میشوه شما فکر نکنین که ضرر به یک مقامدار میشوه شما فکر نکنین که ضرر به خانه او و خانواده او میشوه والله قسمتون میگم بالله قسمتون میگم ضرر کو اول خانواده او دا میرسه آخر میاد در خانواده تو میرسه چون که تو سرشوی همین کار اگر تو مردانوار اگر رنگ یک جوان مرد اگر تو پیشگیری میکردی همین کار به همین جا نمیرسید ملت پراکنده نمیشید ما میتونیم با یک کارهای میدهک برادر عزیز یک کارهای بزرگ انجام بدیم به همین خاطر برادر عزیز هر چیزی که هست نیست وطن ما ملت ما اونجا پدر مادرای ما اونجا ما کمانجه ما با باید رسیدیم ما نمیخوایم تاجیکستان های دست بدیم ما نمیخوایم تاجیکستان در دست یک نوجوان مرد باشه تاجیکستان در دست یک مرد یک شیرمرد یک شاه داریم که الحمدلله امروز تاجیکستان کرده و تاجیک گفته ما را در روی دنیا میشناسن این کاری آسان است کاری شوخی نیست به نام خدا قسم اینم ما گفتم برادر عزیز اینم ما گفتم با میگم تو که در یک مدت کوتاه تاجیکستان کرد و تاجیکستانی‌ها را معرفی کرد که پرزیدنت محترم ما است برادر عزیز این چیزا قبول کنید کسی چیزی قبول میکنه خوب قبول کنید خوب قبول نکنید اختیار دارید و هر کسی که چی قبول میکنه کردن میگیره سلام باشید تیمور 123 اوکی او چلانه وقتی من حقیقت را گپ زدم تو حاضر است زور گفتی گپ نیست گفتی ای گفتی او گفتی وقتی که من خدمت یک جوان مرد نام گرفته گپ زدم این روسیایی میشوه اوکی این میقدر غیرت داری شما این میقدر بگذار گپی تو او چلانتی بینم ای پدنالا من این گپ همت را میگم وقتی اینو خیلی تو بیناموس وقتی تو او چلانت وقتی تو خدا زده اینو میخیرید تو بر اینو در همه تاجیکستان اگر باشین وقتی که به اهمیتی میکنین یقین بدون که ای پد هیچ وقت اوچت نمیان تجاوز نمیکنن عبیزت نمیان ای گودکات سر میکنن عبیزت اینا فهمیدی ای پدنالات هدف و مقصد ما وطن حمایت کردن ای هدف و مقصد ما تاجیکستان عزیزه حمایت کردن ای من یگان مقصد دیگه ندارم من وطن ما دوست میدارم من تاجیکستان دوست میدارم فهمیدی مرا اوکی پدر اینمی تبرینا خدمتتون در پدر مادر خودتون رسیدگی نیست میخیزین یک کسی دیگه را گپ میزنین دیگه جوی گپ های تو دیگه کی تو دیگه من قضیه تو بیستم گپ زنم ماشاءالله نویسنده که نه ترسید است تبتی ما پیش میرم با الله قسم نمیتونی اومده ماشاءالله ما با الله قسم میخورم تو نمیتونی اومده اینه من در گپم جواب میتونم بیایم رنگ یک کونی خر میخیزی میرای تا که این خدات نمیدونم تو با غیرتی که کیپاتی کروچی ایجا نمیدونم گپوی ما تره زدیبت کرد برای من نسبت پرزیدنتم گپ بزنم تو در زدیبت نکنه من تیرا استغفرالله من خواستم که همین بیاخورت شوه من خواستم بیاخورت شوه تو بود تو برینا هر روز در یک
шаву канори Москва мебинам, салом метанам, мегзарам, тамом. Гапи зиёдӣ надорам. ту чо мекунӣ гап мезанӣ хатима? ханҷар наисона чи мо ватанмона дӯста медорем бародарҷон. инҷа мақсад дигар чиза. мақсад баъзиётон гапҳои маро ҳозир намефаҳмед. мумкин ки ҳамин видеоро 2 бор тамошо кунед, 3 бор тамошо кунед, шояд ки ягон чиз ба калатона бигиред. ман лично ман худам як хел китобам мехонам, як борда дар калам ҷо мекунам. як хелша то 2 бор 3 бор нахонам, агар дар калам ҷо карда наметавонам. ба худ ман як чи намегирам. мақсад дигар чизе бародарам. ман шуморо ягонта танаввусам ки шумо ватанро дӯста медоред. дар инҷо ҳар як ватандӯсте ҳастае ки имина дар нами Россия ҳар як ватандӯсте ҳастае ки ба ҳар як китобнависе ҳастае ки мебиниш даҳанат мекана. фаҳмидӣ? ман худам даст бардоштагим барои ваё. бародари азиз, ҳазор бахшиш. худованди меҳрубон нигоҳбон тамоша. ягон гапи баланд гуфта бошем, ҳазор бахшиш. ягон бародаре ки ягон оқи падара хӯрад карда бошем, ягон гапи безик гуфта бошем, шумо нороҳат шуда бошем, ҳазор бахшиш. ҳабибов ҷаҳонгир далил чӣ кардак? ҳабибов ҷаҳонгир, хоб далел дар каза дорӣ? биё охир биё инстаграм биё, ман хати чақчақ кунам. аллои меҳрубон нигоҳбон тамоша бародаро. дағ монда ки иншалло дағтон дом.